جنگ جهانی چهارم، دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت. نوشته کنت دومارانژ، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه. مقدمه. مترجم. این کتاب به صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات نیز چاپ شد. خاطرات کنت دومارانژ، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه است که برای مدت طولانی در رأس این سازمان به عنوان مشاور و محرم مردانی چون شارل دوگل، هنری کیسینجر، رونالد ریگان، ژیسکار دستین و غیره کار کرده است. پیشبینی دقیق کنت دومارانژ در مورد حمله شوروی به افغانستان از توانایی‌های وی در حرفه جاسوسی و تحلیل اوضاع سیاسی حکایت دارد. در این کتاب کنت دومارانژ ضمن ترسیم زندگی حرفه‌ای خود از جنگ جهانی دوم تاکنون پیام ناامیدکننده را در مورد اوضاع جهان مطلوب غرب برای رهبران این کشورها می‌فرستد. دومارانژ به همراه مفسر مسائل خارجی، خبرنگار و رئیس نشریه نیویورک تایمز در این کتاب اعتقاد دارند که غرب در طول قرن بیستم سه جنگ جهانی را پشت سر گذاشته است. جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ سرد و حال در مهلک‌ترین نبرد درگیر است. دومارانژ و اندلمن جنگ جهانی چهارم را در رویارویی شمال علیه جنوب می‌دانند. آنها جنوب را ملت‌های با سنت‌های پایدار می‌دانند که در جنگ با شمال صنعتی هستند. دومارانژ و اندلمن از یک موضوع غربی و یا به عبارت شمال صنعتی با نگریش کاملا یک سویه سعی دارند که جنوب را یکسره تروریست و حامی کارتل‌های مواد مخدر معرفی کرده و با این ترفند نبرد ظالمانه شمال غارتگر را علیه جنوب نبرد عادلانه توجیه کرده و از این زاویه هر گونه اقدامی را جایز بشمرند. نویسندگان این کتاب بر این باورند که جاسوسی قاطع‌ترین سلاح در جنگ جهانی چهارم است که طی آن تمام غرب و به عبارت شمال صنعتی با نیروهایی که پندار آنان از طریق استراتژی‌های قراردادی غیرقابل یورش هستند به نبرد برمیخیزند. نقش پنهان سازمان‌های جاسوسی غرب در تحولات جهانی از جمله در افغانستان از دیگر موضوعات جالب به این کتاب است. بخش این کتاب نیز با حضور حضرت امام در پاریس و ترفندهای سازمان‌های جاسوسی غرب برای رودرویی با انقلاب اسلامی اختصاص دارد. توضیح این نکته برای خواننده فارسی زبان ضروری است که ترجمه و چاپ این کتاب به معنی تایید نظرات نویسندگان نبوده و نیست، بلکه برای ما به عنوان مسلمانی که در یک کشور انقلابی به طور مستقیم و رو درگیر نبرد سنگین با غرب و شمال صنعتی هستیم، ضرورت دارد که با دیدگاه اصلی آنان نسبت به جنوب و حیله‌ها و ترفندهایی که علیه ما به کار می‌بندند هرچه بیشتر آشنایی شویم تا بتوانیم در جنگ اعلام نشده شمال علیه جنوب آن را به کار بندیم. به عبارت دیگر هدف از ترجمه این کتاب صرفاً آشنایی خوانندگان با دیدگاه سیاستگزاران غرب در مورد تحولات آینده جهان است که این خود می‌تواند مردم کشورهای جنوب را در خنثی کردن سیاست‌های جهان استکبار یاری کند. کنت دومارانژ در پست ریاست سازمان جاسوسی فرانسه در طول دوره ریاست جمهوری پامپیدو و ژیسکار دستین کار کرده است. دیوید اندلمن نیز به مدت 20 سال خبرنگار و یکی از رؤسای نشریه نیویورک تایمز بوده و به عنوان خبرنگار فرانسه برای شبکه CBS کار کرده است. در بین نشریات دیگری کار او در نشریات آتلانتیک، هارپر، نیو پابلیک و فارن افریز نیز قابل مشاهده است. اندلمن کتابی نیز تحت عنوان صلح آوران به رشته تحریر درآورده است. فصل اول: جنگ جهانی چهارم. من با رونالد ریگان کمی پس از انتخاب او به ریاست جمهوری و حتی بیش از به دست گرفتن زمام امور در پایان سال 1980 در کالیفرنیا، جایی که وی خود را برای پذیرفتن پست رئیس جمهوری آماده می‌کرد، ملاقات کردم. چون فقط آمریکایی‌ها هستند که می‌توانند اغراق کنند. چندین دوست و مشاور و رئیس جمهور انتخابی گفته بودند که اگر فقط یک اروپایی باشد که شما باید پیش از پذیرفتن زمام امور او را ببینید. تنها کنت دومارانژ است. من در آن زمان به پایان بیش از یک دهه خدمت خود در مقام ریاست سازمان جاسوسی فرانسه می رسیدم.
که طولانی‌ترین دوران ریاست نسبت به تمام روستای سازمان جاسوسی در تاریخ فرانسه است. علاوه آن هنگامی در جهانی که مسیر خود را می‌پیمود و مردانی که آن را می‌ساختند و سخت تلاش می‌کردند. اوج مشغولیت ذهنی من در دوران زندگیم بود. رئیس جمهور انتخاب چند نگرانی عمده و فوری داشت. فکر او معطوف دو حادثه بحرانی بود که طی یک ماه یا بیشتر بر مراسم آغاز ریاست جمهوری او سایه افکنده بود. اول آزاد ساختن گروگان‌های آمریکایی در ایران و دوم تجاوز شوروی به افغانستان. او فقط درگیر نگرانی عمده خود در مورد گروگان گیری وخیم و حل نشدنی و از طرف خطر به وجود آمده از سوی امپراتوری شوروی بود. برغم آنکه این موارد فقط پیش بینی های کمرنگی از توالی منظم حوادث داشته که تا آن زمان مطرح شده بود، حالا دیگر نه او و نه هیچ یک از مشاورانش تردیدی در آن خصوص نداشتند. ریگان و کسانی که توسط وی به عنوان مشاوران اصلی امنیت ملی انتخاب شدند در آن موقع در صحنه‌های آخر جنگ جهانی سوم یا نام دیگری آن یعنی همان جنگ سرد نقش آفرینی می کردند. با آنها عنوان سربازان سرد داده بودند و در بسیاری از محافل ایالات متحده و خارج از آن نیز این عنوان داده شده و مطرح می گردید. ولی جنگ سردی که آنها در میدان آن مبارزه مشغول بودند مانند درگیری کل دنیا در جنگ جهانی دوم که من طی آن برای بار اول مهاجرت جنگ جاسوسی و دیپلماسی را آموختم. تمام مسائل گوشه و کنار جهان را شامل می شد و یا مثل جنگ جهانی اول که طی آن آجودون ژنرال پرشینگ که پدر من بود شهرت های کسب کرد. در آن موقع رئیس جمهور انتخابی سعی داشت در مورد مخالفین و متحدین خود و آن نوع درگیری هایی که در دنیا ایشان را مشغول مبارزه کرده بود بهترین تجارب را که می توانست کسب کند. او حتی فکر جنگ جهانی بعدی را هم نکرده بود که سالهای پایانی ریاست جمهوری و یک پارچگی سایه افکندی بود. جنگ شمال و جنوب یا جنگ جهانی چهارم احتمال دارد بعداً ثابت شود که آنها مهلکترین جنگ ها هستند. ملاقات ما در لس آنجلس در خانه وسیع آلفرد بلومینگ دل که یکی از نزدیکترین و قدیمی‌ترین دوستان ریگان بود صورت گرفت. به هر حال میزبانی ما در جلسه شرکت نکرد. ما بر روی صندلی‌های راحتی در یک اتاق نشیمن بزرگ نشستیم. فقط من و رئیس جمهور منتخب بودیم و برای مدتی در طی بیش از 3 ساعتی که گفتگوها به طول انجامید دوست قدیمی من آرنولد که به ترتیب دادن. اولین ملاقات با آقای ریگان کمک بسیاری کرده بود و در آنجا بود هنگامی که ما به یکدیگر معرفی شدیم. رئیس جمهور منتخب لبخند زد و دستهای مرا فشرد. آقای ریگان خطاب به من گفت: آه، مرد اینجاست که پیش بینی کرد روزها درست در ساعت و روز مناسب وارد افغانستان می شوند. آرنولد زمانی که در دسامبر 1979 و در آستانه حمله روسیه به افغانستان از پاریس می‌گذشت، سرپرست خبرنگاران خارجی مجله نیویورک بود. او کار یک گزارش را به پایان رسانده بود و قبل از آن که به گزارش دیگری بپردازد به دیدار من آمد، همانطور که من گاهی به دیدنش می رفتم. پس از آن که ناهار را تمام کردیم، او فقط برای وقت گذرانی پرسید که من فکر می کنم که او باید بعد از آنجا به کجا برود. من گفتم فکر می کنم افغانستان جالب باشد، اما اطلاع بسیار دقیق داشتیم که احتمال دارد روسیه اوضاع کشور افغانستان را متلاطم کند. آرنولد بدون خبر دادن به من به هتلش در لان کاستر درست بیرون از شانزلیه برگشت. چمیدونش را بست و به مقصد کابل به راه افتاد. او 3 روز بعد شب هنگام دیر وقت خسته و پس از سفری طاقت فرسا به دور نیمی از دنیا از آنجا رسید. صبح روز بعد با صدای فرود هواپیمای ارتشی شوروی در فرودگاه کابل از خواب بیدار شد. او تنها روزنامه‌نگار بین‌المللی موجود بود که شاهد تجاوز مستقیم شوروی بوده است و او باعث شد که من هرگز دلیل آن تهاجم‌ها را فراموش نکنم. پس از انجام معرفی تعجبی نداشت که گفتگوهایمان اول حول محور افغانستان بچرخد. از ابتدای معلوم بود زمانی که رئیس جمهور به تفکر عمیق و شدید در مورد مسئله پرداخته، هیچ شناخته اساسی از مخالفین خود و نیز هیچ طرح درستی برای مقابله با آنها نداشته است. من به همراه خود از پاریس 8 نقشه بزرگ جهان آورده بودم که آنها را بر روی میز اتاق نشیمن پهن کردم. ما طی 3 ساعت پس از آن به سفر دور دنیا کشیده
شدیم. در مورد ضعف‌ها و توانمندی‌ها در بلوک شرق و غرب و شمال و جنوب صحبت کردیم. من خاطر نشان کردم که برای ساختن زیراتخانه یک قدرت بزرگ 8 ماده معدنی استراتژیک ضروری است که آمریکایی‌ها 4 تای آن را در مرزهای خود دارند، در حالی که روس‌ها هر 8 را در اختیار دارند. ما کمی در مورد فشارهای وارده بر جمعیت و مذهب، سیاست‌ها و قدرت بحث کردیم. در پایان جلسه رئیس جمهوری پرسید آیا می تواند نقشه‌هایی را که من آوردم نگه دارد و من موافقت کردم. نشست کالیفرنیا اولین نشست از یک سری گفتگوها بود که من طی کل سالهای ریاست جمهوری او با وی ترتیب دادم، ولی شاید بیادماندنی ترین آنها ملاقات دوم ما بود که درست کمی پس از پذیرفتن زمام امور کشور از جانب وی صورت گرفت. در آن وقت ما در دفتر اوال ملاقات کردیم و در آن زمان بود که موضوع افغانستان به صورت بزرگترین مشغله های فکری در می آمد. من پس از کمی شوخی و تعارفات ابتدایی شروع به صحبت کردم. آقای رئیس جمهور، برای مبارزه در این نوع جنگ چندین راهی وجود دارد. راههای بیشماری که یکی از آنها عاقلانه است و به دلیل اینکه ما نمیدانیم 1,000,000 تن نیروی اعزامی به افغانستان روانه کنیم. در صورت امکان بنده پیشنهاد می کنم آنچه را که من عملیات مسکیتو نامیدم شروع کنیم. او پرسید چرا مسکیتو؟ چون یک پشه مالاریا نمیتواند خرس را بکشد، ولی میتواند آنقدر او را آزار دهد که یک دیگر نتوانند بخوابد، دیگر نتوانند چیزهایی بخورد و از آنها هم گیج شود. تا به حال هیچ کس ندیده که خرس یک پشه مالاریا را بکشد. بنابراین پشه مالاریا میتواند یک دشمن بسیار خطرناک باشد. حالا چیزی که میخواهیم بگوییم این است که ما میتوانیم از چنین تصور و تمثیلی بهره ببریم و شاید بتوانیم در افغانستان کاری انجام دهیم. او فوراً برگشت و گفت پس آن کار عاقلانه که بشود انجام داد چیست؟